الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما دوستای عزیزی که در گروه برکت هستین. برای شما گفته بودیم که میسیز شما نصب کنین. بعد از اینکه شما میسیز نصب کردین، اولین کاری که شما باید بیاین و انجام بدین این است که شما میین یک صفحه جدید در قسمت میسازین. فعلا ما اومدیم در روی کامپیوتر انجام میدم، اما میسیز و کامپیوتر با هم دیگه تفاوتی ندارن و اگر احیانا کدام مشکلی بود باز در صنف با هم دیگه حل میکنیم. اولین کاری است که شما بیاین و متاماسک اضافه کنین. نوشته میکنین متا در قسمت ماسک و اکستنشن در قسمت نوشته میکنین و در اینجا انتر میکنین. بعد از اون این گزینه اوله فعلا برای ما ایترین نوشته، شاید برای شما قسم دیگه ای نوشته باشه. روی زمین یک بار کلیک میکنین. این قسمت فعلا برای من نوشته است remove from chrome، یعنی از کروم بیایر حذف کن. برای شما فعلا نوشته است add to chrome، در کروم علاوه کن و بعد در این قسمت برای شما اضافه میشه و بعد از اون همون مسیر را که در ویدیو برای شما توسط تلفن گفتم چطور میتونین یک دانه ولیت متاماسک جور کنین، همون مسیر شما پیش برین. اگر هم ولیت متاماسک شما از قبل داشتین بزنین import متاماسک، یعنی بزنین و این رو وارد کنین در این قسمت. بعد از اینکه شما آمدین و ولیت شما ساخته شد، میین در دیسکورد وارد میشین. این در دیسکورد که وارد شدین میین در دیسکورد برنامه زینچین و از قسمت میین بالا در قسمت اول یک گزینه داریم به نام آفیشال لینکس. روی آفیشال لینکس که شما آمدین و در قسمت ما شما یک گزینه داریم به نام زین کوست. در قسمت زین کوست میین در قسمت روی زی کلیک میکنین، دوباره از دیسکورد وارد مسیج میشین. در قسمت وقتی که میگه وارد مسیج شدین، در اینجا اول میگه شما باید ولیت خودتان کانکت بکنین یا وصل کنین. اینجا شما میین روی ساین کلیک میکنین، میگین درست است من میخوایم که وصل کنیم. روی ساین که کلیک کردین در اینجا متاماسک برای شما باز میکنه. فعلا من از قسمت کنسل میگیرم برای شما و ایرم کنسل برای شما. اول می جوین، روی جوین که کلیک کردین این صفحه میه و در قسمت شما روی بالا در قسمت کانکت ولیت یک بار کلیک میکنین و از اینجا شما براتون متاماسک و ولیت هایتان رو باز میکنه. روی متاماسک شما کلیک میکنین و صبر میکنین متاماسک بیه و بعد از روی گزینه کانکت کلیک میکنین. روی گزینه کانکت که شما کلیک کردین در اینجا صبر میکنین که در اینجا برای شما وصل شد. دوباره ساین برایتان می این صفحه و ساین میکنین، یعنی امضا میکنین. در اینجا میگه ساین this message to approve you on this wallet and process و میگه در قسمت که شما بین ساین کنین یا در قسمت امضا کنین یا تایید کنین که شما صاحب همین ولیت هستین. در قسمت روی ساین کلیک میکنین و بعد از دوباره در اینجا در برنامه میسیز برای شما متاماسک باز میشه. روی کانفرم کلیک میکنین. روی کانفرم کلیک کردین در اینجا یک دانه کپچا برای شما میاد. کپچا یعنی چی؟ یعنی شما باید تایید کنین که ربات نیستین بلکه یک آدم هستین یا هیومن هستین. در قسمت روی I am not a robot کلیک میکنین. میگه در اینجا هر چیزی که نوشته بود فعلا میگه بس شما پیدا کنین. من میرم ملی بس ها رو در قسمت پیدا میکنین و در نهایت روی verify کلیک میکنین و بعد از اینکه تیک خورد وارد سایت میشین. این سایت اصلی برنامه زینچین هست که در اینجا اصلا هر کار را که ما شما در قسمت دیسکورد انجام میتیم در اینجا برای ما شما حساب میشه. ببینید فعلا ما در لیول 4 هستم و 3988 دانه XP هم در اینجا ما دارم. هر قدر تعداد XP در اینجا بالا باشه بعدا پول ما شما از روی همین XP که در سایت هست حساب میشه. حالا چطور XP به دست بیاریم؟ اولین کاری که شما انجام میتین در قسمت پروفایل میایین یا اگر از قسمت پروفایل نامدین در قسمت پایین ببینید اینجا نوشته است سوشال کوست. در حالت موبایل یک مقداری خردترک است. ببینید من در حالت موبایل هم براتون میارم. ببینید به این حالت سایت در شما باز به این حالت تبدیل میشه. ببینید در اینجا ما که آمدم به این حالت ما از قسمت پایین میم اینجا برای شما نوشته است میگه چیکار کنین. میگه که یعنی رول ها رو بگیرید. برای شما اینا نیست. پس شما اول چیکار میکنین؟ این طرف میین خودتون آرام تا این قسمت برای شما بیاید. ببینید در این قسمت یک گزینه است به نام در قسمت که ما دیسکورد خود باید نصب کنیم. مییم از قسمت بالا روی سه گزینه کلیک میکنیم. از قسمت پروفایل شما میین در روی پروفایل تان کامدین میین پایین تر و در اینجا میگه سوشال کانکت دیسکورد. روی کانکت دیسکورد کلیک میکنین و در اینجا یک گزینه باز میشه، بعد یک صفحه باز میشه. روی اتورایز کلیک میکنین. بعد از روی اتورایز کلیک کردین برمیگردین به همین صفحه و اینجا برای شما میاد و فکر کنم 50 XP برای شما میده. توییتر اگر ندارین توییتر نصب کنین، توییترتون هم در اینجا وصل کنین و تلگرام که حتما دارین چون ویدیو رو توسط تلگرام میبینین همین لحظه و بعد به این تلگرامیتان هم وصل کنین. از هر کدامش در اینجا شما باز 50 دانه XP میگیرین. بعد از اون
هر کدام از این رول ها رو که شما گرفته بودین ببین در قسمت کویست. خب شما فعلا یک سری از رول ها رو گرفتین. من ببین در قسمت روی موبایل دوباره ببینین یک سری از رول ها رو گرفتین. مثلا لول 1 اگر که شما باشین ببینید در قسمت گفته کانکت دیسکورد تا وصل کو، کانکت ایکس یا مو توییتر تا وصل کو 50 ایکس پی توییتر هم 50 ایکس پی داره. در قسمت میگه ایدیت یوزر نیم، روی ازی کلیک میکنین، نام خودتان رو نوشته میکنین همونطور که در اینجا من نام خودم نوشته کردم و بعد از اون میگه جوین که در قسمت جوین زین چین دیسکورد چینل در اینجا روش کلیک میکنین. ببین مثل ازی که اومدین باز کامپلیت کلیک میکنین. در قسمت که کامپلیت کلیک کردین بعد از اون برای شما یه اوکی میشه، این اجرا میشه. بعد 50 ایکس پی میده و هر بار شما یک بار نیاز دارین که بگین من ربات نیستم بلکه آدم هستم. در قسمت می و بعد میگه ترانسفر زی ایکس توکن. در قسمت میگه ایره باز بیا ترانسفر ایره باز بعداً میگیم. در قسمت میگه بی گیت رول اکولیت این دیسکورد، میگه برو رول اول بگیر. رول لول اول گرفتین، دوم گرفتین، سوم، چهارم و در قسمت پنجم. ببینید فعلا من هم تا پنجم فعلا دارم. روی هر کدام در اینجا کلیک میکنین و کامپلیت هم میزنین. کامپلیت که در اینجا زدین یک بار میبینه میگه you cannot complete this quest. میره در اینجا دیسکورد شما رو بررسی میکنه، میبینه هم رول دارین یا نه. اگر که داشتین همون لحظه شما یک بار وریفای میخوای، یک بار دوباره از شما میخواد که تایید کنین که ربات نیستین بلکه انسان هستین و بعد از تعداد اکسپی که گفتن در اینجا برای شما میته. این یک از کارهای مهمی است که شما باید همین امروز انجام بدین. حالا هر لیولی که بودین، حالا بعضی دوستا سوال میکنه که چطور من فاسد بگیرم، چطور من میتونم در اینجا بریج بزنم. نگران نباشین، بعد از همین ویدیوی بعدی رو هم برای شما میگذارم. حالا فعلا شما باید بین روی زین کویست، در سایت زین کویست از قسمت آفیشال لینکس ان زین کویست شما وارد شوین و این قسمت شما باید متاماسک خودتان وصل بکنید.